یکدیگر دو مؤمن برای مؤمن باید همین خیل باشه، تفریقه نکند، جلوی نه اندازد، حسد نبرد بر یک مسلمان. حسد بردن خودش یک کسلی هست که حسد میبردگی را بزرگای خدا میگن که فقط دواش همی است که عزرائیل میاد جونش میگیره خلاص. حسد چی هست؟ خداوند یک کس نعمت داده است، از همین کار خدا نعمت دادگی خدا این ناراضی است. خدا برای چی؟ برای دولت داده، ثروت داده، عزت آبرو داده، از دادگی خدا ناراضی است. این گناه کبیره است حسد بودن. و اصل همه تفریقه هایی که در بین مسلمان ها میشد همش از پشت دنیا و نفس است. اگر نفس نباشد، دنیا دوستداری نباشد، قناعت داشته باشی، پروایی نداری. وی خداوند داده است، خدا عزیزی رو تر شده. خداوند توفیق هدایت شده. پس همه چیزا باید که ما و شما احتیاط داشته باشیم که تفریقه شدن، جدا شدن ما و شما لذت تلخی ایره چشیدگی هستیم. میلش جوانایی که اگه تا 20 ساله هستن، 30 ساله هستن شاید ندانن، اما ما و شما الحمدلله سالمون رفتگی از عقل داریم. ببینید که همه تفریقه به سر ما و شما چی آورد؟ تفریقه دو گروه شد، ملک ما دو گروه شد. نعمت الله ذوالجلال وقتی که استفاده کردیم باید که از خدا و از پیامبر چیزی گفته شود. و ماه مولد با سعادت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است که الحال این نشست ما و شما، جمع ما و شما و حلقه که ما و شما داریم انشاءالله که از برکات و بزرگی اون است. الحال صحبتی که امام خطیب، البته این شخصیتی که به شما معلوم است چند سخن کردند در باب اتفاقی، یعنی که الحال یک سخنایی که من از زمانی شنیدیستم که گویا در بین مردم ما و شما تفریقه بوده است، دو سه پاره هستند، دو سه گروه هستند. یکم برای گپ میشنوم، یکم برای همین جمعیت هر کجا که میبینیم روی مثلا که چهره کشوده و زیبا و اخلاص و با عزت احترامی که با یکدیگر میبینیم آغوش میکشیم، گمان میکردیم که همه مثل برادر هستند. اما این سخنایی که الحال امام خطیب گفتن نشنیدم. حبیب خدا صلی الله علیه و سلم میگه که ید الله